کلاژن اون چیزی نیست که ما میخوریم. کلاژن یه سبک زندگیه. وقتی ما میایم مکمل‌های حاوی کلاژن استفاده میکنیم، بدنمون مثل هر پروتئین دیگه اینو میاد به اسید آمینوهای ریز میشکنه و بعد این اسید آمینوها رو تو قسمت‌هایی از بدنمون که مورد نیاز استفاده میکنه. این قسمت‌ها کجان؟ میتونه پوست باشه، مو باشه، ناخن‌ها باشه و یا مفاصلمون باشه. ولی این کافی نیست. استفاده از مکمل‌های کلاژن به تنهایی نمیتونن کلاژن سازی کنن. چرا؟ باید بدنمون محیط مناسب رو هم مهیا کرده باشه. محیط مناسب چجوری مهیا میشه؟ ما باید مقدار پروتئینی که استفاده میکنیم کافی باشه، ویتامین C بدنمون تامین باشه، پوست رو تحریک به کلاژن سازی کنیم و همچنین پوست رو از آسیب‌های محیطی مثل اشعه مضر یووی خورشید حفظ کنیم. غذاهایی که کلاژن دارن: تخم مرغ، گوشت، ماهی، عصاره گوشت، تخم کدو، سبزیجات با برگ بزرگ مثل اسفناج، مارچوبه، بروکلی، فلفل، انواع بری، مرکبات و کیوی. پس کلاژن یه محصول نیست، یه لایف استایل و یه سیستمی که ما باید راه اندازی کنیم و با اون زندگی کنیم. و آخرین مرحله و آخرین قدم برای کلاژن سازی استفاده روزانه از SPF، کاهش مصرف قند و شکر و همچنین سیگار نکشیدنه.